در یک دهه یک زن کوره بود. او عائله‌دار می شود و صاحب یک پسرچه. بعد چند دکترها به این زن خبر می رسانند که فرزندت بیماری تبابت نشونده دارد. زن فرزندش را به آغوش کشیده با چشمانی که هیچ چیز را نمیدید به فرزندش نگریسته اشک می ریزاند. بعد خداوند یک فرشته را به جسم انسان به نزد زن روان می کند. فرشته نزد مادر آمده از او احوال می پرسد و از مشکلیش پرسان می شود. زن می گوید من یک زن نابینا در زندگی تنها همین پسرم را دارم. آن هم دکتران خبر دادند که بیماری تبابت نشونده دارد. فرشته می گوید آیا می خواهی چشمانت بینا شوند یا پسرت صحت؟ زن زود پاسخ داد می خواهم پسرم شفا یابد. فرشته می گوید زود تصمیم مگیر باز پشیمان نشوی. زن می گوید نه هرگز پشیمان نمی شوم. فرشته دست دعا برداشته پسرچه صحت می شود. سالها می گذرد، کودک به وایه رسیده بزرگ می شود و عائله دار می شود. بعدی عائله دار شوی پسرک دیر نگذشته همسر پسرک و شوهرش می گوید که مادر نابیناش را به خانه دیگر برد. با مادرش بودن نمی خواهد. بالاخره مرد ناعلاج راضی می شود و نزد مادرش می رود و می گوید مادر جان همسرم با شما در یک جا زندگی کردن نمی خواهد. بیاید من شما را به یک جای دیگر می برم. آنجا از اینجا دیده خوبتر است. مادر می گوید نه پسرم من خودم می روم. تو با همسر و فرزندانت خوب و خوشبختانه زندگی کن برایم کافی است. مادر نابینا از خانه می براید که ناگهان باز همان فرشته از نزدش پیدا می شود و می گوید چی شد؟ من نگفته بودم که زود تصمیم نگیر پشیمان می شوی؟ بین اکنون پسر را که با سلامتیش از بیناییت بالا دانستی خاطر همسرش تو را از خانه راند. اکنون به من بگو چه آرزو داری؟ بگو من دست دعا می بردارم و عملی می شود. مادر می گوید من از تو همین را می خواهم. دعای کن تا کلینم پسرم را خوب نگاه و بین کند. فرشته از شنیدن این سخن اشک چشمش را داشته نمی تواند و می گرید. می گوید این همه کار بهرت کرد باز در فکر فرزندت هستی.